وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ. بله. بسم شیطان الرجیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه زباله احکام، پاسخگوی سوالای شرعی شما. انبوهی سوال از طریق پیامک دست ما رسیده است و تعداد بسیار زیادی تلفن از شما ضبط شده، صدای شما که سوال مطرح کردید. البته برخی هم یک جملات خصوصی نثار مقام عظما کردند که قابل بیان نیست و مستقیم اونها را کجا فرستادیم؟ بله، فرستادیم به بیت و برنامه رو با صدای یکی از بینندگان آغاز میکنیم با سوالی که مطرح کردن. حاج آقا سلام علیکم، بنده خودیم. همیشه توی اتاق تجمیع‌آرا کار میکردم و میکنم، ولی در مورد رد صلاحیت سوگل راحل آقای هاشمی والا هر شب خدمت شما بنده پا قات زدم و گیجم. از هر کیم میپرسم پوماد که رو زخمم نمیماله هیچ، یه فندکم میگیشه زیرش. حالا کجا برم؟ به نظر حضرت علی چیکار کنم اصلا؟ بله، گرچه حالا ما این موارد رو نمیتونیم یه جواب کلی خدمت شما عرض کنیم، مراجعه میکنید به دفتر مرجع تقلیدتون تا براتون چیکار کنن؟ بله، او پماد بمالن. حالا ما یه توصیه‌ای ما داریم به حضرت عالی یا امثال شما که شما سوال پرسی رو انجام بدید که طرف خودش چیه، هاشمی چی نباشه، تا مشخص بشه که حالا تکلیف و وظیفتون چیست. نسبت به کارهای بد وظیفه کاملا روشنه که من الان عرض میکنم که تکلیف چیه. با این پیشرفتایی که جریان برانداز کرده، مشکلات خیلی خیلی اضافه‌ای آمده تو خانه. حالا خانه که میگیم خانه خصوصیت نداره ها، منظور بیت عظماست. با فرهنگ خونه میگم که قاطی برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا و زعفران و امثال اینا چی بشه؟ بله، بسرونمش بره. بله، بیننده‌ای سوالشون را این گونه مطرح کردن که حکم ارتباط با خانواده عظما که تو انتخابات وارد شدن چیه؟ بله، الان تو این بدبختی انتخابات دوروریای آقا سیدعلی تو بیت دو دسته هستن. یه دسته از اقوام و ارحام نسبی ریزش کرده و بریده از مقام عظما هستن که تو فک و فامیل همه مدلش هست، مثل برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، فرزند، نوه، پدر، مادر، جد، جده، امثال اینها. یا برادرزاده که شما عموی او هستید مثلا، یا فرزند خدمت شما که عرض کنم شما عمه او هستید اگه خانمی هستید. ارتباط با اینها نباید کاملا قطع بشود، چون الان مقام عظما انگاری که رو نوک سوزن داغ نشسته و وضعشون خیلی حساسه. ولی خب تکلیف چیه؟ بله، آیا باید با این دار و دسته ریزشی بالاخره یه پولای را نگر داشت؟ هرچند که ممکنه رفت و آمد سبب گناه بشود. حالا یا با تلفن، تماس تلفنی باشه، با نامه باشه، با پیامک باشه، احوال پرسی باشه که ارتباط برقرار بشه. دسته دوم چی؟ بله، اونا الان اکثرشون کاندید شدن، از داماد و پدر داماد و عمزاده و با جناق و پدر عروس و خلاصه 6/8 یا حالا یا یکم بیشتر یا یکم کمتر همه ای کاندیدای انتخابات تو این دسته هستن که ارتباطشون با بیت عظما وصله و مواجبشون هم چیه؟ رو به راهه و پاچه‌خواری بر اونها واجب هست. خب جواب مفصل شد. سوال بعدی. الو، برنامه زباله احکام؟ بله، بفرمایتون. آقا تو این انتخابات این بحثی که سر سن و سال کردن، آخه این که بدتر اوضاع رو سه میکنه. من خودم 95 سالمه، کلی تجربه دارم. باید بدونید که از جوون که حمایت قلبی و عملی از ولی فقیه در نمیاد. اون نفهمی هم که این حرفو تو شورای نگهبان میزنه، خودش میگن با قابیل تیله بازی میکرده. این بحث چی آخه؟ بحث سنه؟ بله،
علت دک کردن ایشون صرفا سن نیست، یعنی یکی از نشانه هاست. 2 تا نشانه دیگه هم داره که حالا ممکنه که آشنا باشید. اگر زیاد همش بزنیم ممکنه 3 بشه و طلسم عظما بله بالا و پایین بشه که خب بگذاریم. خب اگه فرصت داریم یه تلفن دیگه پخش کنید سوالی رو. خب اشاره میکنن خفه تمومش کن. بله اینم مدل انتخابات امسال نظام دیه، از اتاق فرمان یا قطعش میکنن یا فصلش میکنن، سانسورش میکنن، تو گوشیش یه چیزی میگن. دیه مدل چیه؟ انتخابات نظامه. بله